with no touch. Und ich wollt's euch beweisen. Fuck! سلام به همه دوستان، به کانال MTM مووی خوش اومدین. امروز قراره بریم سراغ 7 از خفن ترین فیلم های هکری که مغزتون رو حسابی به چالش میکشه. اگه عاشق هیجان، تکنولوژی و ترفندهای سایبری هستین، حتما تا آخر این ویدیو با من بمونید. شماره 7، فیلم دختری در تارعنکبوت. این فیلم محصول سال 2018 یه فیلم جنایی اکشنه که داستانش درباره یه زن به اسم لیسبت سالاندره. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام ساخته شده. لیسبت یه هکر خیلی حرفه‌ای و باهوشه که به افشای اسرار تاریک و مقابله با افرادی که به زنها ظلم میکنن شهرت داره. داستان از جایی شروع میشه که لیسبت یه مأموریت میگیره که باید یه برنامه نرم افزاری به نام فایرفال رو بدزده. این برنامه میتونه به سیستم‌های دفاعی جهانی دسترسی پیدا کنه و کلاً یه چیز خیلی مهم و خطرناکه. اون موفق میشه که نرم افزار رو بدزده، ولی خیلی زود میفهمه که وارد یه بازی پیچیده و خطرناک شده که پر از خیانت و توطئه هستش. این فیلم با ترکیبی از اکشن پرتنش، هک کردن‌های پیچیده و درگیری‌های شخصی، داستانی جذاب و پرهیجان داره. شماره 6، فیلم رکن پنجم. It's just you and your ego and the lies you tell to get whatever you want. This is information. این فیلم محصول سال 2013 و یه فیلم بیوگرافی و هیجان انگیزه. فیلم رکن پنجم داستان واقعی ویکیلیکس و جولیان آسانج رو نشون میده. ویکیلیکس یه وبسایت افشاگره که کلی اسناد محرمانه دولتی رو منتشر کرد و توی دنیا کلی سر و صدا به پا کرد. این فیلم بیشتر روی رابطه پیچیده بین جولیان آسانج و یکی از همکاراش به اسم دانیل دومشیت رو نشون میده. داستان از جایی شروع میشه که دانیل به تیم جولیان ملحق میشه و با هم تصمیم میگیرن اطلاعات سری و محرمانه دولتی رو فاش کنن. این کارشون باعث میشه دنیا به هم بریزه و بحث‌های زیادی در مورد امنیت مطرح بشه. این بزرگترین گنجینه اسناد اطلاعاتی محرمانه در تاریخ آمریکا بود که جولیان آسانج به دست آورده بود. شماره 5، فیلم هکر. If we can figure out a way to make money and cause chaos. این فیلم محصول سال 2016 و یه فیلم جنایی و هیجان انگیزه. داستان درباره یه پسر جوون به اسم الکسه که خیلی باهوش و با استعداد تو زمینه کامپیوتره. اون با خانواده‌اش از اوکراین به کانادا مهاجرت میکنه. چون وضع مالی خانواده‌اش خوب نیست، الکس وارد دنیای هک و کلاهبرداری‌های اینترنتی میشه. بعد از یه مدت الکس با 2 نفر آشنا میشه و با هم شروع میکنن به انجام جرایم اینترنتی و کلاهبرداری آنلاین. کارشون کم کم جدی‌تر میشه تا جایی که الکس عضو یه گروه هکری بزرگ به اسم دارک وب میشه. اینجا دیگه پول زیادی تو دست و بالشون میاد، ولی الکس کم کم میفهمه که این کارا چقدر خطرناکه و پر از خیانت و فساد هستش. فیلم هکر به یه سری مسائل مثل مشکلات اخلاقی هک، فساد تو سیستم‌های مالی و مشکلات مهاجرت تو کشور جدید میپردازه. شماره 4، فیلم کلاسیاه. این فیلم محصول سال 2015 یه فیلم اکشن و هیجان انگیز با موضوع هک و دنیای سایبریه. داستان این فیلم درباره یه هکر خیلی حرفه‌ای به اسم نیک هاتاویه با بازی کریس همسورث که به خاطر کارهای غیرقانونی سایبریش تو زندانه. اما وقتی یه حمله سایبری بزرگ به زیرساخت‌های مهم جهانی صورت میگیره، دولت آمریکا و چین تصمیم میگیرن با هم همکاری کنن و نیک رو از زندان آزاد میکنن تا بهشون کمک کنه. نیک با یه تیم از کارشناسای امنیت سایبری و یه مأمور چینی دنبال این هکر میگردن و از آمریکا تا هنگ کنگ و جاکارتا سفر میکنن. ولی این تعقیب و گریز خیلی سریع تبدیل به یه بازی مرگبار بین نیک و اون هکر ناشناخته میشه. این فیلم سعی داره نشون بده که چقدر دنیای سایبری و هک میتونه ترسناک باشه. شماره 3، فیلم غیر دوستانه دارک وب.
این فیلم محصول سال 2018 و یه فیلم رازآلود و هیجان انگیزه. داستان از اونجا شروع میشه که یه پسر به اسم ماتیس یه لپتاپ دست دوم میخره. وقتی لپتاپ رو روشن میکنه متوجه میشه که یه سری فایل های عجیب و غریب روشه که به بخش های خیلی تاریک و ترسناک از اینترنت به اسم دارک وب مربوطه. ماتیس و دوستاش شروع میکنن به گشت و گذار تو این فایل ها و بعد کم کم میفهمن که دارن کارهای خیلی خطرناک و غیر قانونی مثل قاچاق آدم و قتل رو زنده تماشا میکنن. بدتر از همه این گروه متوجه میشن که ماتیس و دوستاش دارن به کاراشون سرک میکشن و تصمیم میگیرن که اونا رو بکشن. حالا ماتیس و دوستاش باید برای زنده موندن با این تهدیدا روبرو بشن و از دست این آدمای بیرحم فرار کنن. شماره 2 فیلم اسنودن. I can't turn back from this. این فیلم محصول سال 2016 و داستان واقعی ادوارد اسنودن رو روایت میکنه. اسنودن کسیه که تو سال 2013 کلی اطلاعات محرمانه از برنامه‌های جاسوسی دولت آمریکا رو افشا کرد. داستان فیلم از جایی شروع میشه که اسنودن تو ارتش آمریکا خدمت میکرد و بعدش به عنوان تحلیلگر وارد سازمان‌های NSA و CIA شد. اون وقتی فهمید دولت آمریکا داره از همه جاسوسی میکنه، حتی از مردم عادی، کم کم به همه چیز شک کرد و به این فکر افتاد که باید این رازها رو افشا کنه. اون با روزنامه‌نگار و مستندساز معروف گاردین تماس میگیره و اسناد محرمانه رو به اون میده. تو این فیلم تلاشی که اسنودن برای افشاگری و فرار از دستگیری میکنه رو نشون داده میشه. در واقع این فیلم سوالات زیادی درباره حریم خصوصی، امنیت ملی و آزادی‌های فردی مطرح میکنه. شماره 1 فیلم من چه کسی هستم. این فیلم محصول سال 2014 و یه فیلم جنایی و هیجان انگیزه. داستان درباره یه پسر جوون به اسم بنجامینه که خیلی تو کارهای کامپیوتری و هک کردن مهارت داره. بنجامین تو دنیای واقعی آدم گوشه‌گیریه و کسی زیاد تحویلش نمیگیره، ولی تو دنیای دیجیتال همه چیز فرق میکنه و اون به یه هکر خیلی باحال تبدیل میشه. یه روز با یه گروه هکری به اسم کلی آشنا میشه. این گروه عاشق اینه که سیستم‌های بزرگ و قوی رو به چالش بکشه و به نوعی با هک کردنشون بهشون نشون بده که هیچ سیستمی نمیتونه امن باشه. اونا با هم دیگه چند تا عملیات هکری انجام میدن و خیلی زود توجه پلیس و بقیه هکرها رو جلب میکنن. داستان با یه پیچش عجیب تموم میشه که ممکنه حسابی فکر بیننده رو مشغول کنه. خب دوستان، اینم از ویدیوی امروز. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که لایک و سابسکرایب کنید.